متاسفانه بعض جوانمردان تاجیک ناموس و غیرت فراموش کردگیان. پناه به خدا از این خیل بی‌حیایی، از این خیل دیوسی و بیناموسی و بی‌غیرتی. سبحان الله، نگاه کنه که زنی مسلمان تاجیک در پیش یک مرد افریقایی سر خم کرده دستای او را آب میگیره و با نمیدونم برادرش باشه یا شوهرش باشه در کنار او ایستادگی است. نخود تا به همین درجه ناموس و غیرتی مردان تاجیک پس شده باشه که یک مرد افریقایی را به خانهش دعوت کنه و در سر یک میز با همون مرد افریقایی همراه خواهر و مادر و همسرش بشینن و با سلفی کنن و چخچخ کرده بشینن. مردن همین خیلی مردی دیوسی بی غیرت بهتر است. والله جوان مردان تاجیک ناموس و غیرت خودتون از دست نتیه تا به همین درجه بی غیرت و بی ناموس نشوی. خواهش میکنم از شما، اگر همین بی غیرتی و دیوسی را وقتی که کرده، خواهش میکنم که بنوار نگیره و رکلام نکنه.